خوش آمدید برادر به برنامه حق و باطل. امیدوارم که صحتمند باشید. رحمت دکا همی خیلی سال شد تماشا میکنیم برادرایی که گذاشتن در این پروگرام همیشتن پچون صحبت میکنیم خیلی سال شد 19 داریم و با کلوب این برادر خب با حساب چی خیلی گپ جسته که نواقتی بسیار میکنن حساب رحمانوف نواقتی بسیار میشیده سای تاجیکستان ده این حساب که خیلی سال شد گوش میکنیم تماشا میکنیم هیچ نیستگی مخیزیم اول برادر آفرین به این شجاعتتون. والله قسمه که دیگر من نمیدونم که چی بگم. من زمانی بود که آرزو میکردم که آیا میشود که یک روز مردم با چهره آشکار گپ زنند. امروز والله قسم شما را میبینم آخر دیگر آفرین به شجاعتتون. رحمت به اون مادری که شما را تولد کرده. شما با فکر میکردیم که تنها هستیم اما ناامید از حاصل باغت مباش ای باغبان نونهالان تا آخر برگ و بر خواهند کشید. شما انشالله که اون چهره مبارکتون باور بکنین که چشمای رحمانوف کور میکنه. اگر اینها اگر رفته و فشار میارن اینها اگر والله در راهتون استوار بمانین والله پیروز میشین. این خدا شاهده من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه. چهرت آشکار کردی نترس تهدید نکنن آشکار ببرو با دیم بار بزن سه بار بزن ببینن که حق پیروز میشه یا که باطل میشکنه. آره امی برادر بفرما. اکا حسین ما هم جا بچه کلوب تماشا کسته باشه برادرها ای کلوب هم موانی ای کلوب مکا بهترین تیار شه انشاءالله. ما اکا حسین با قریبی اگر گفتیم امکانیت چه باشه ای طرف ای پشتی حق گپ میزنم یکم چی شوه یکم چی گفتی گپو بس یک زنگ ندارم. بله سلام علیکم. این ابو یک چهره دیگه ناو. سلام علیکم. خب یک لحظه فقط منتظر شما من این برادرها را جواب بدیم بعد به تو برمیگردیم. خب برادر جان برادر محمد صابر عبدالقهار را دوباره شما را داخل میکنیم در استودیو. فقط منتظر باشین با این برادر خداحافظی کنیم اگر فقط پیغامی نداشته باشه. خب برادر محمد سفر یکون پیغام دیگر دارید برای مردم؟ حسین تیاریم خیلی مختار نگاه گذاریم که خیلی کریم که چیه بسیار بچه ها نگاه کستن انشاءالله که برادر لحظه به لحظه انشاءالله که اون وقتی برای بگم ریشکن کردن این رحمانوف نزدیک شده است. هیچ وقت اکا امی یک گپ امی در امی خاطر امی رحمان بود دورم اکا جون امی آدم وقتش در سال 96 به 97 بود اومدن جا چی گفتن ما غیر یک اکا تراکتریست یکم کس ندارم. یک اکا تراکتریست در پیش همه خلق کلوب چوردونو زد در پیش خلق کلوب که گفت ما یک اکا تراکتریست دارم. امروز این قولودای با تراکتور 400,000 دلار یک جا میان خلق گشنه در مهاجری. امروز همی قمه میگون کامی که همو دیفا میکنه همی رحمانوف کو همو دشمن نمی 9 میلیون اهالی تاجیکستان 9 میلیون اهالی تاجیکستان هر وقتی قصر قلعه وره ما میبینیم کو انشالله و میبرنه او قصر قلعهشون با بوجاشون میمونه انشالله ما در موجود همی قذاب میکشیم همه ای از بار ما پس پشت که نه که همی زنکا اپا و خواهرای ما میبرن گریه میکنن در همی استودیای شما کو مرگ به هم آدمایی که پشتی همو چیز انشاء پشتی همی امامعلی رحمان دیفا میکنن اما آدما دایوسن نمو آدمایی که پشتی همو دیفا میکنن کو او باید پیش خلق کلوب ده برای چورزونو بزنه و بگه که من شما را فنکم بخشش میپرسم استعفا بده اگر استعفا نتکو انشالله این خلق ویدار شده سر ما هم بمریم در جای ما 1000 تدیه میدرویم. ببین برادر اگر راستی اگر در اینجا امون چاپلوسا اگر این گپای ما را دوباره بگیم در ذهن مردم نگن که این ملت پرستی میکنه و چی میکنه ما خلاصه هر یک
در پروردگار خدا خودش در قرآن میگه که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. درست است که یک انسان بهترین نزد پروردگار انسان متقی هست، اما شناختن یک قوم پروردگار قبیله قبیله ساخته. آیا نمیشد که خداوند همه دنیا را یک قبیله میساخت، تمام یک زبان، یک رنگ، یک شکل؟ اما این آیت های پروردگار بود، این بگیم معجزه های خداوند بود که یعنی همه از یک آدم آمدن، اما همیشه دیگه آهسته آهسته اینا مختلف شدن. مردم کولاب بعضا وقتا بگیم بعضی انسان ها میگن که خب کولابی ها گرفتن در قدرت موندنش و او خودش برای میکننش، تا حاضر هم اینا فهمیششون در همون فهمیشی سویتسکی سیوز موندگی هم. اما من باور دارم که مردم کولاب واقعا مردم شجاع و مردم با غیرت هستند و من مطمئن هستم که بغیر از مردم کولاب، مردم خوجند، مردم پامیر، مردم ونج، مردم خود قرغانتپه، مردم شهر و حتی کسایی که در داخل حکومت امروز کار میکنن هستن انسان‌هایی که از منطقه های تاجیکستان واقعا مردم شجاعند و اونها هم منتظر همون روزی هستند که بالاخره این رژیم سرنگون کنن. یک دفعه کجان پیش گپ تایده، یک دفعه مو بفهم ببینه امی حکمتی که ما را خوین میگه کو، یک دفعه بگیره امی نای اسماعیل شوا نای دیگر شمی خیش تبار امی را برن اینا مرکوشونه تراکتور 400,000 دلار یک جا آمد در شما بگه. وقتی جا تو گفته بودی غیر یک تراکتوریست ما هیچ که ندارم. امروز ما را گنده امی خیلی عذاب همه عذاب ما پس توش میکنیم. ایشالا ای روزا ای برادر محمد سفر خیلی فعلا خدا نگهدارتان باشه، ان شاء الله در برنامه‌های آینده باز هم صحبت میشیم. خدا نگهدارتان برادر. البته برای همه شما صحبت ها معلوم بود، اینجا یک انسان صحبت میکرد و البته من هم طرفدار هستم که من هم از مردم هستم، من هم خلق هستم، اگر چنده که برنامه حق و باطل باشه باز هم اینجا ما نمیتونیم که فقط همینجا بشینیم و یک انسان از باطل دفاع کرده ایستاده است. من خودم این صحنه ها را با چشمهای خودم دیدگی هستم. با چه خیلی من میتونم که بگذار یک انسان دیگر اگر یک ژورنالیستی نیترال نه این طرف و نه این طرف این برنامه را بسازه و بگذار مردم تماس بگیرن، اما مادامی که ما هم کوشش میکنیم که بگذار مردم صحبت کنن، اونهایی که با گروه 24 هیچ ربطی ندارن، مردم خودش صحبت کنن. 2 نفر در اینجا صحبت میکند و در اینجا خود مردم قضاوت میکند که در اینجا در آخر برنامه معلوم میشود و مردم بعد از این صحبت ها راه انتخاب میکند، بعد از اینها خلاصه میبرد که کی در اینجا حق بود و کی باطل بود. خلاصه همه شما دیدید این منظره ها را دیدین، این گفتگوها را با یکدیگر شما شنویدین. چی خیلی اینها بازی میکنند که صحبت از صحبت بیرون بکشن، چی خیلی اینها کوشش میکنند که به همون بگم حتی به همون یک گناه شخصی انسان داخل بشوند، کوشش کنند که همون انسان مثلا یک انسانی که امروز مبارز شدگی است بکوان 10 سال پیش قطعی کدام دختری میگشت است اون صورت بیارن در مردم نشان بدن این انسان قطعی فلان آدم میگشته. خب میگشت دیگر فرقی نمیکنه. امروز یک انسان مبارز از حضرت عمر زمانی که در وقت جاهلیت در زمان پیش از اسلامش اون بت با یک بت‌ها را عبادت میکرد یا که بت‌ها را همراهش میگرفت، بت نصرت و بت سفر، اون همین خطاگی ها را داشت. اما نمیشه که ما در اون وقت این خیلی بوده. یک انسان میاد تغییر میخورد. امروز حکومت بسیار کوشش میکند، تلاش میکند که موضوع ها را به مثل این خیلی سگ بچه هایی که داخل میشوند اینها آماده نیستند که با چهره آشکار اکنون فرق بین چاپلوسا فرق میکند. مثلا اون فراری آمد و دیگرش این یک چاپلوس دیگر آمد، فرق بین اینها هست. چاپلوسی هست که با غیرت است، یک چاپلوسی هست که اصلا غیرت ندارد، این کاملا غیرت نداره، یک انسان بی غیرت. یک دختری که در ترکیه در مقابل گروه 24 گپ زد اون غیرتش از همین بالاتر است، اگر چنده که مقابل ما گپ زده باشه، اما اینها همون از غیرت اونها بگیم پایانتر هستند. کوشش میکنه حکومت که همین صحبت ها را یک طرف دیگه ببره.
که مردم در اینجا مغزشویی شود. اگر این خیل برنامه ها نباشه، کوشش میکنند به این خیل چاپلوسا داخل میشوند و شما گروه 24 و شما گروه 25، اما در اینجا مردم کک بوده که مردم طرفداری دارند. از همین خاطر همه شما دیدین این صحنه ها را. قضاوت در دست خودتان است و شما فیصله میکنین کی بود در اینجا حق و کی باطل.